سلام، سینا هستم. در این جلسه میریم سراغ دیتا تایپ هایی که هنوز بررسی نکردیم، یعنی تاپل ها، ست ها و بولین ها. قبلش برای کسایی که اولین ویدیو رو از چنل ما میبینن بگم که ما در این کانال ویدیوهای آموزشی قرار میدیم و دوره‌های این کانال به حدی کاملا که شما رو از هر پکیج آموزشی دیگه‌ای بی‌نیاز میکنن و از اونجایی که معمولا بیس حوزه های هوش مصنوعی، هک و امنیت و حتی بازی سازی میتونه پایتون باشه، اول از پایتون شروع کردیم. لطفاً برای حمایت از ما چنل را سابسکرایب کنید و حتما سوالاتتون رو در کامنت از من بپرسید و نظراتتون رو بدید تا ما بتونیم ویدیوهای با کیفیت بیشتری تولید بکنیم. متشکرم. اول بریم سراغ تاپل ها. تاپل ها یا بعضیش میگن توپل خیلی شبیه لیستان، ولی تفاوت عمدهشون یا شاید هم مهمترین تفاوتشون ایمیوتبل بودنشونه. یعنی برخلاف لیست ها غیر قابل تغییره. به این معنا که هر وقت یک عنصری رو درون تاپل تعریف کردید و یک ایندکس گرفت دیگه نمیتونید تغییرش بدید. نحوه تعریف تاپل ها هم مثل لیست هاست، جز این که به جای براکت از پرانتز استفاده میکنیم. مثلا من بیام اینجا یک ست، در واقع یک تاپل تعریف بکنم، بگم که مثلا یه سری استرینگ بذارم. ببینید اینها اینتیجر نیستن، این چیزایی که من دارم اینجا می نویسم الان همشون استرینگ هستن. مثلا یک سری استرینگ بنویسیم و مثل لیست ها میتونن در واقع قابلیت بالایی دارن برای دریافتش اشیاء متفاوت با دیتا تایپ های مختلف. مثلا من اینجا میتونم از یک لیست استفاده بکنم و حتی دوباره هم یک اینجا بنویسم. خب من اینجا اومدم یک تاپل رو درست کردم. فرقش رو با لیست ها اگه یادتون باشه، حالا من یک مثال بزنم. مثلا اگه لیست اون یک چنین چیزی باشه، این لیست ما بود و این هم تاپل ما بود که اینو اجراش بکنم و بررسی بکنیم. از تابع تایپ بخوایم استفاده بکنیم و متغیرمون، نام متغیرمون رو درونش پاس بدیم، تایپ متغیرمون رو به ما برمیگرده. میبینید که اینجا در واقع تایپ تی توپل هستش و تایپ مای لیست میبینید که لیست هستش. پس این تابع تایپ هم در نظر داشته باشید که نام متغیر ما درونش پاس میدیم و چیزی که برای ما برمیگردونه نوع دیتا تایپیه که درون اون ظرف ریخته شده. دقیقا مثل لیست ها من میتونم عناصر درون توپل رو استخراج بکنم. مثلا بگم که تی رو بنویسم، براکت باز و بسته و صفر رو مثلا بذارم، بخوام در واقع عنصر اولش رو استخراج بکنم، میبینید که برای من یک رو، استرینگ یک رو برای من برمیگردونه. یا حتی بخوام یک عنصر یکی مونده با آخر رو استخراج بکنم، میبینید که باز هم یک رو برای من برگردوند. بخوام عنصر دوتا مونده با آخر رو استخراج بکنم، یک لیست برای من برگردوند. بخوام یک رو استخراج بکنم و یادتون باشه صفر رو میزنم، یعنی در واقع ایندکس اول رو میزنم و میبینید که فقط این یکی که اینجا هستش رو برای من برگردوند. دقیقاً شبیه همون اتفاقی که درون لیست ها میفته. البته این مباحثی که میبینید دوتا براکت پشت سر همه رو چندین بار توضیح دادم. در جلسه بعدی که جلسه جمع‌بندی دیتا تایپ ها هستش و کلی تمرین حل میکنیم، قطعاً توضیحات پیشرفته‌تر و بیشتری هم خدمتتون ارائه خواهم داد. یک سری متد دارن این تاپل ها، مثل t.count. متد count که حتما یادتون باشه که یک جفت پرانتز رو جلوش بذارید، برای ما عناصری که درون t تکرار شده رو میاد به معرض نمایش میذاره. مثلا t.count من بگم که استرینگ یک رو برای من در واقع پیدا بکن، تعدادش رو پیدا بکن، میبینید که برای من 2 رو برمیگردونه. یعنی چی؟ یعنی اینجا من یه دونه یک دارم، اینجا یه دونه یک دارم که میشه 2 تا و اینجا t.count استرینگ یک برای من 2 تا رو برگردونده. و حتی برای بقیه‌شون هم میشه همین کار رو کرد. مثلا تی خدمتتون عرضم که 2 رو برای من برگردون،
2 رو برای من برگردون که میبینید یک بار بیشتر استرینگ 2 تکرار نشده. این تی کاونت بود. تی دات ایندکس هم داریم که به ما معرفی میکنه که مثلا در ایندکس فلان، مثلا ایندکس فلان آبجکتی که ما داشتیم چنده. تی دات ایندکس مثلا ایندکس 2 برای من چنده توی در واقع مجموعه آبجکت هایی که داشتم. میبینید که 2 برای من ایندکس 1 رو داره و همینطور که اینجا میبینید برای من 1 رو برگردونده. برای لیست ها هم دقیقا همین ها صدق میکرد، جز اینکه لیست ها غیر قابل تغییر بودن. حالا به چه معنا؟ مثلا من اینجا بگم که همون مای لیستی که من بالا تعریف کردم رو بگم که 0 ایندکس 0ش یعنی عنصر اولش برابر باشه با از این به بعد با چنج. خب میبینید که اینجا من یک بار دیگه لیست رو نشون بدم. لیست مای لیست اگه یادتون باشه یک لیستی بود که 1 و 2 و 3 درونش قرار گرفته بود. پس من الان 1 و 2 و 3 که درون این لیست دارم میتونم تغییر بدم هر کدومو که بخوام. حالا من تصمیم گرفتم 1 رو تغییر بدم. حالا که چنج برابر چنج قرارش دادم هیچ اروری به من نمیده و مای لیست رو اگه بخوام ببینم میبینید که چنج 2 و 3 یعنی 1 تغییر کرد و شد چنج. برای همین گفتیم که لیست ها میوتیبل یا قابل تغییرن. حالا فرض بکنید که من بیام بگم که مای لیست، فرض بکنید که اسم توپلم که تی بود، بخوام دقیقا همین تکنیک رو اجرا بکنم و بگم عنصر اولش رو از این به بعد برای من برابر با چنج قرار بده و من اینو اجراش بکنم، میبینید که من ارور میده. و چه نوع اروریه؟ که تاپل ها آیتمی که من استفاده کردم رو سپورت نمی کنن. به چه معنا؟ تاپل ها ایمیوتبلن. گفتم یعنی اینکه وقتی شما یک عنصر رو در تاپل تعریف کردید و یک ایندکسی در خانه حافظه گرفت دیگه هیچ وقت نمیتونید تغییرش بدید. و حالا چه مزیتی داره؟ ببینید کاربرد توپل ها زمانیه که میخواید درون پروژه‌تون یک سری آبجکت هایی رو تعریف کنید یا درون توپلتون یک سری آبجکت هایی رو قرار بدید تا مطمئن باشید اتفاقی، حالا درون پروژه های بزرگی که می‌نویسید تا مطمئن باشید اتفاقی خودتون اونها رو دیگه تغییر نمیدید یا کسی دیگه نمیتونه اونها رو تغییر بده. در واقع کاربرد توپل ها اینجاست. بریم سراغ دیتا تایپ بعدی یا همون ست ها. ست ها یک مجموعه بدون ترتیبی از اشیاء غیر تکراری هستند. ببینید غیر تکراریش خیلی مهمه. مثلا من بیام بگم مای ست مساوی باشه با ست، میبینید که من اینجا آمدم یک ست رو تعریف کردم و مای ست رو صدا بزنم برای من ست رو برمیگردونه. حالا من بخوام درون ستم عنصر اضافه بکنم چه کار بکنم؟ میام میگم که مای ست از این دستور استفاده میکنم، از این متد استفاده میکنم اد، و چون یک متد هستش حتما پرانتز جلوش میذارم و حالا چه چیزی میخوامش اضافه کنم. مثلا فرض کنید میخوام بهش عدد 1 رو اضافه بکنم. وقتی من اینو اجرا بکنم و مای ست رو یک بار دیگه ببینم، چیزی که برای من نمایش داده میشه این ستی هست که تنها یک عضو داره. دقت داشته باشید که ممکنه که این آکولات ها شبیه دیکشنری ها باشه، اما خب تفاوت عمدهش اینه که جفت کی ولیو اینجا نداریم، یعنی صرفا یک سری اشیا به دنبال هم قرار میگیرن و مثل دیکشنری ها اینجا ما جفت کلید و مقدار رو نخواهیم داشت. بخوام به ست هم یک عدد دیگه اضافه بکنم، مثلا بگم add to، اجراش بکنم و دوباره مای ست رو ببینم، چیزی که برای من برمیگردونه میبینید که یک ستی هستش که مجموعه از 2 عدده. حالا فرض میکنید که من دوباره بخوام همون عدد 1 رو اضافه بکنم. عدد 1 رو بخوام اضافه بکنم به من هیچ اروری نمیده، اما بیام و مای ستم رو نگاه بکنم میبینید که اضافه نشده. در واقع من همینطور که گفتم ست ها یک مجموعه بدون ترتیبی از اشیاء غیر تکراری هستند.
یعنی شما هزاری هم بیا اینجا یک رو دوباره اضافه بکن، اما چون یک بار قبلا اضافه کردی دیگه نمیاد اینجا برای شما یک رو بنویسه، میگه که غیر تکراریه، همه اشیاء من یونیکه، اختصاصیه. تو دو رو بیای اضافه بکنی، چون قبلا دو اضافه شده، من دیگه دو رو برای تو تکراری نمایش نمیدم. اما تو لیستا چنین چیزی نبود. من بیا بگم مای لیست من برابر باشه با به فرض یک و مثلا دو مثلا به فرض، خب و من اجرا بکنم هیچ اروری به من نمیده و مای لیست رو من نگاه بکنم میبینید که اشیاء تکراری هم برای من نمایش داده و هیچ مشکلی هم از این نظر من ندارم. اما اگه بخوام مای لیستم رو که این لیست من هستش تبدیل بکنم به یک ست، میتونم از دستور ست بکن چی رو برای من ست بکن پرانتز باز مای لیست رو برای من ست بکن و من این رو اگه اجرا بکنم به من 1 و 2 برمیگردونه، به این معنا که تمام اشیاء تکراری حذف شدن و فقط اشیاء یونیک رو اینجا برای من نوشته. و اگه من اینو اساینش کنم به وریبل، یک ستی از این بعد دارم به نام ست آ که اون ست هم میتونم ازش استفاده بکنم و میبینی که 1 و 2 فقط درونش خواهد بود. پس این تفاوت عمده لیست ها و ست ها، یکی این بود که غیر تکراریان و همین که بدون ترتیبن، یعنی ترتیب خاصی ندارن. میریم سراغ در واقع دیتا تایپ بعدی ما که همون اینم حذفش کنم بولیان ها هستن. مقدارهای بولیان در اغلب زبانهای برنامه‌نویسی وجود دارن. در پایتون هر وقت بخواید که یک عبارت رو از نظر درستی یا غلطی ارزیابی کنید و بفهمید که ترو یا فالسه، از بولیان ها استفاده میکنید. بولیان ها یک اصطلاحی هستند برای عملگرها که نشون میدن درستن یا غلطن. اگه بخوام به خلاصه بگم، مثلا بخوایم اگه در یک حلقه این جمله رو بگیم آیا عدد مورد نظر یکه، اگه یک بود و درست بود این حرف از حلقه خارج بشو، یا اگه غلط بود حلقه رو مثلا ادامه بده. این کاربرد حلقه است که حالا در ادامه بحث قطعا بهش خواهیم پرداخت. یا عملگرهای مقایسه‌ای و منطقی داریم که مقادیر ترو یا فالس رو برای ما برمیگردونن. من اینجا بگم ترو اجراش بکنم، ترو برای من برمیگردونه. بگم تایپ ترو چیه، به من میگه که بول یا هم بولیان ها هستن. حالا من بخوام و فالس داره، همین دوتا مقدار هم بیشتر نداره، فالس داره. نکته که اینجا قابل توجهه اینه که دقت بکنید، من حالا بیام بنویسم فالس، این به من ارور میده. چرا به من ارور میده؟ چون هم اینجا و هم اینجا دقت کنید که حرف اول این دو کپیتالایز شدن، حرف بزرگه. من اینجا با حرف کوچیک نوشتم به من ارور میده و ارورش هم name false is not defined، تعریف نشده در پایتون چنین اسمی. کاربردش کجای گفتم که یکی از کاربرداش که فعلا در محدود درس ما هستش استفاده عملگرهای مقایسه‌ایه. مثلا من بگم یک بزرگتر از دو، یادتون گفتم که از پایتون میشه به عنوان یک ماشین حساب استفاده کرد. ما ضرب و تقسیم و در واقع 4 تا عمل اصلی ریاضیات رو در پایتون در جلسه 2 فکر میکنم بررسی کردیم. اینجا عملگرهای مقایسه‌ای هستن. من بگم که یک بزرگتر از دو، خب این غلطه، برای من چی برمیگردونه؟ فالس رو برمیگردونه. این همین بولیان ها هستن که من میگن که حرف من درسته یا غلطه. یا بگم که یک بزرگتر مساوی دوه، آیا این درسته یا غلطه؟ خب قطعا غلطه. خب پس این شد بزرگتر مساوی، این شد بزرگتر. اینجا عملگرها هم داریم میبینیم با هم. مثلا من بیام بگم که آیا یک با یک مساویه یا نه، که برای من ترو رو برمیگردونه. دقت داشته باشید اینجا من 2 تا مساوی استفاده کردم. تفاوت اینها در چیه؟ ببینید وقتی شما از 2 تا مساوی استفاده میکنید یعنی میخواید چک بکنید، میخواید ببینید که آیا چنین چیزی درسته یا غلطه. مثلا من اینجا بگم که a برابر 1، این یعنی a برابر 1. من بگم که b برابر 2، یعنی میاد یک متغیر درست میکنه و یک اینتیجری به نام 2 رو درون اون ظرف میریزه درون در واقع خانه های حافظه. خب
پس این مساویه به معنای تعریف کردن بیشتر. این رو دقت داشته باشید تا در آینده قاطی نکنید. بیشتر به معنای تعریف کردنه. A برابر 1 B برابر 2. اما برای اینکه بخواید چکش بکنید ببینید درسته یا غلطه از دو تا مساوی استفاده میکنید. میخواد ببینید آیا A برابر با B. خب اینو بزنید اشتباهه. خب بخواید چکش بکنید بگید آیا برابر با B، باید دو تا مساوی استفاده کنید. به این میگن چک کردن که قطعا برای ما فالس رو برمیگردونه. حالا من بخوام بگم نامساویه، دقیقا مخالف همین چک کردن مساوی چک کردن نامساوی داریم که از یک علامت تعجب با یک مساوی بغلش استفاده میکنیم و میگیم که B و اینا اجراش بکنیم برای ما ترو رو برمیگردونه. ببین عبارت که این یک عبارت همواره درسته. چرا؟ چون همواره 1 با 2 برابر نیست. همچنین خدمتتون عرضم که کوچکتر مساوی رو داریم. من بگم که مثلا 3 کوچکتر مساوی 2، میبینید که برای من فالس رو برمیگردونه. این هم عبارت‌های منطقی بودن که در ریاضی ما باشون سر و کار داریم. جلسه بعدی مرور همه دیتا تایپ ها رو با هم انجام میدیم و مثال‌های پیشرفته تری از همشون حل میکنیم تا انشالله که بحث دیتا تایپ ها هر چه زودتر تموم بشه و بریم سراغ فصل بعدی. خیلی ممنون که ما رو حمایت میکنید. چنل رو حتما سابسکرایب کنید. نظرات و سوالاتتون رو حتما در کامنت از من بپرسید. اگه نظری دارید درباره بهتر شدن ویدیوها حتما اون رو به من بگید. شما رو به خدا میسپارم. انشالله که همیشه شاد و سلامت باشید. خدا نگهدار.